در حالی که اکثر مردهای تاجیکستان در جستجوی کار به کشورهای دیگر می روند، مسئولیت آنها را اکنون زنان و دختران بر دوش گرفتند. مهرجب رحیمова 17 ساله است و او 3 سال باز در کوه و دشت هیزم می‌چیند تا پولی به دست بیارد و هم آتش دیگدان خانه پدرش را روشن نگه دارد. او با مبلغ 150 سامانی از دولت مجوز خریده است و هر روز به اندازه بار یک خر هیزم جمع آوری می‌کند. مثل مهرجب دهها دختر دیگری دهه قزلسوی جماعت 20 سالگی استقلالیت در ناحیه فرخور بعد درس و یا بعضاً بجای درس صبح بر وقت برای هیزمچینی به تل و تیپه های اطراف می برایند. در فصل زمستان در ناحیه دوردست فرخور هممرز با افغانستان هیزم مال سرخریدار است. در شرایط تأمین محدود برق یک خر هیزم تا 50 سامانی قیمت دارد. اگر هیزم به فروش نرود هم باکی نیست. هیزم در خواجگی برای پختن غذا و گرم کردن منزل در کار می شود. منوره کریمова هم تا چند سال پیش هیزم کشی می کرد ولی حاضر این کار را به دخترانش سپرده است. خیلی مشکل است، دخترها در مشکل است. شرایط ما مجبور میکنه که برن خیمی برای چی خدمت زندگی خدمت پیشرفت چی ما مجبور میشن. دخترها میبرن رنگ همین مردواری چی میکنن در که پیشتر رفتن مثال نترسیدن ازما میارن. دختران در فصل بهار و تابستان تا 10 کیلومتر راه را طی کرده به تل و تیپه ها می برایند. هیزم می شکنند، آن را به خرها بار می کنند و به بازار می برند. دختران هیزمکش خوب می دانند که ناظران جنگل به کار آنها نظارت می کنند و اگر در خرجین های آنها هیزمی تر پیدا شد از 200 تا 350 سامانی جریمه می سپارند.